من مطیع الله آریانپور هستم. در سطح لیسانس و ماستری تدریس میکنم و تخصص من روابط بین الملل هست. ماستری روابط بین الملل از دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام آباد فراغت خود گرفتیم. ما در بخش‌های مختلف در افغانستان خدمت کردیم، مخصوصا در تحصیلات عالی. از مشعل گرفته تا کاردان من حدود 10 سال تجربه دارم. در بحث علوم سیاسی و روابط بین الملل نه تنها در داخل دانشگاه بلکه خارج از دانشگاه هم سهم داشتیم. با تلویزیون ها صحبت میکنم، با رادیوها صحبت میکنم، تلاش میکنم که فهم مشهور اشتباهی که در جامعه هست با صدا و سیما با او بپردازم و تلاش میکنم که تغییر نظر به وجود بیارم، چون آنچه که در یک جامعه سیاسی است همیشه فهم مشهور فهم درست نیست. در کنار او در بحث‌های فرهنگی و نوشتن و ترجمه بسیار تجربه خوب داشتم. از قبل در زمان تحصیل ما سمستر 3 بودم که ترجمه را با مایکروسافت شروع کردم. نزدیک 2 میلیون کلمه یا واژه را ما ترجمه کردم به افغانستان. اکثر ترجمه هایی که ما انجام دادیم در بخش فناوری است. ویندوز 2007 یا ویندوز 7 ما ترجمه کردم برای افغانستان به فارسی. بعد آفیس 2007 تمام پکیجایش ترجمه کردم که امیال در وبسایت مایکروسافت ترجمه ایم است. زمانی که در جوامع میآید طبیعی است که یک آشفتگی به وجود میآید و انسان‌های فهمیده باید باشند که خلا را پر کنند. فعلا افغانستان در سکتورهای مختلف دچار خلاست. بنابراین برای 4 سال آینده مثلا یک محصل تصمیم باید بگیره که بخونه. تا 4 سال آینده بسیار تفاوت به وجود میآید در ذهن رهبری، در ساختار دولت و جایی که به وجود میآید، فرصتی که به وجود میآید او را باید پر کنه. اگر یک انسان فهمیده نباشه و جای میمانه. پلان بعدی ما رفتن به طرف مقطع دکترا است. ما امیدوار هستم که بتانم در یک جای مناسب به دکترا بروم و دکترا را تمام کنم، پس دوباره بر بگردم به افغانستان و در عرصه کاری خودم در بخش اکادمیک به دانشگاه‌های مختلف باشم. من فکر میکنم کلانترین هدف زندگی یک انسان اینمی است که به محیط خود، به جامعه خود و به وطن خود خدمت کنه. پیامم به جوانایی است که در هر مسیری که هستند زحمت بکشن و دریغ نکنن از زحمت کشیدن، چون که اگر افغانستان در 10 سال 20 سال آینده یک کشور خوب شود، خب نتیجه زحمت ایناست. اگر افغانستان در 10 سال 20 سال آینده یک کشور خوب نباشه، نتیجه عدم عملکرد مثبت ایناست. بنابراین اینا بسیار سازنده هستند. من فکر میکنم باید هیچ وقتی خود ضایع نکنن، چون وقتی برای ضایع کردن نداریم. در قرن 21 زمان و مکان فشرده شده و در این زمان و مکان ما باید نقش مثبت ایفا کنیم. نسل امروزی تصمیم گیری آینده است. اگر تصمیم اشتباه بگیرن، خب نسل بعدی ناراحت است از اینا و تاریخ اینا را محکوم میکنه. اگر زحمت بکشن واقعا تاریخ به اینا میباله و افتخار میکنه. من یک آدم مثبت‌گرا هستم و فکر میکنم در بطن چالش فرصت‌های نهفته که باید آدم به او فکر کنه و او را کشف کنه و از او استفاده کنه. افغانستان واری یک کشور، من فکر میکنم که یکی از کشورهایی هست که بسیار کار ضرورت داره، زحمت زیاد ضرورت داره و در عرصه‌های مختلف فعلا کار هست، اما کارگر نیست. به نظر من اقسم فکر میکنم مثلا افغانستان شاید جامعه و بازار کارش بازار 500 سال اروپا باشه. در 500 سال پیش اروپا کارها زیاد بود، امروز کارها کم شده.
بنا به فناوری که ایجاد شده، مثلا ماشینالات از کارها را پیش میبره. در افغانستان ماشینالات نیست و مردم باید کار پیش ببره. خب در ساحهای مختلف به نظر من کارها هست. هر کس به توان خودش باید تلاش بکنه که چالشی که هست در او فرصت پیدا کنه و روی او کار کنه. کشورهای اروپایی مدل خوبی هستند. زمانی که ما جوامع را مقایسه میکنیم، انسان‌های اروپایی جای فرار نکردن، از او خاطر از چالش ها بیرون آمدن. مثلا جنگ جهانی دوم افغانستان قطعا متاثر نشده، اما مردم آلمان متاثر شده. اگر آلمانیا فرار میکردن، امروز آلمان اولین اقتصاد اروپا نمیشد. اگر کلگی ترک میکرد منطقه را و برلین خالی میشد. و موضوعی که میگن فرار مغزها، اگر فرار مغزها صورت میگرفت، خب برلین در 70 سال به جای نمیرسید. مثلا افغانستان هم 70 سال زندگی کرده مردمش، مردم برلین هم 70 سال زندگی کرده. اونا کجا هستن، ما کجا هستیم؟ افغانستان یکی از کشورهایی هست که در قرن 21 متاسفانه عقب مانده است، ولی ظرفیتی را داره که بسیار زود رشد کنه. نسبت به همسایه ها با ورق خوردن تاریخ و آمدن قرن 21 ما و شما به وسایل دسترسی داشتیم که همسایه ها قطعا نداشتن. بنابراین افغانستان میتونه در ساحهای مختلف از تجارب مثبت استفاده کنه. من این بار بار تکرار به خاطر میکنم که یک کشور مثل افغانستان میتونه در هر سکتور بهترین چیز وارد کنه. این قبلا میسر نبود. مثلا در قرن 20 کشورها از صفر شروع میکردن، ما از بهترینش میتونیم شروع کنیم. بنابراین رهبرای افغانستان باید در این عرصه که مسئولیتشان است باید کوشش کنن. فعلا مردم به طرف اینا میبینه، جامعه جهانی به طرف اینا میبینه که اینا چه قسم عمل میکنن و یک امتحانی هم هست از جانب خداوند که خداوند برشانی مسئولیت گذاشته. به نظر من بهترین حکومت اوست که او بالای قلب ها باشه، طوری که پیغمبر خدا بالای قلوب حکومت میکرد، نه با جغرافیا. و قطعا من حیث مسلمان مسئولیتشان همیست که جامعه از اونا خوش باشه، خداوند از اونا خوش میشه.